أخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا دقة برادر الله يسلمك. أخي جون خوب هستین إن شاء الله. الحمدلله برادر خوب هستیم بارک الله فیک. در مسئله هم عذری مشرک صحبت کردم گفتم یک شرکت کنیم ان شاء الله. ما بگیم یک دو روز پیش قطعی یک شخص گپ زدیم بگیم که دودروی ابو صایب و قناعت ابو صایب و اون قناعت بدیان. خلاص ما سوال کردیم که اونا را مقصد در مسئله همین عذری مشرک یک کسی که شرک اکبر میکنه جاهل ای مقصد شرک اکبر میکنه. شما چه عقیده دارین در این مسئله؟ گفت که اون شخص مسلمان ای ما مقصد دعوتش میکنیم اگر که قبول کرد مسلمان میمونه اگر قبول نکرد بعد تکفیرش میکنیم. این یک مسئله. در دیگر مسئله بعد ما را گفت شما مقصد اینا را تکفیر کردیم و طالب علممون را گفت شما تکفیر کرده اکوی منه گفت شما تکفیر کرده همین جد مقصد وقتی که اونا توبه کردن تکفیر شما چی میشه در نزد الله. این دیگه مسئله مقصد سخنای همون دودروی همینو سه مسئله این که صبر یک مسئله دو مسئله سه مسئله این مسئله نازک فراموش شدنش و یک جوش کمتر بیزه شدنش ممکن است. اولا یکم مسئله دو نفر برادر خردی ابو صهیب و برادر خردی قناعت گفتند که عقیدهشون همین بود است که کسی که جاهلانه نفهمیده شرک اکبر کفر اکبر میکنند اونها عذر میتیند و دعوت میکنند بله اونها را مسلمان میگن. شرک اکبر کرده کفر اکبر کرده را مسلمان میگن. بله ما یک نفر قطعی گپ زدیم و گفت ما دودروی همونویم. آخر چخیل یک نمیدونم بود دو کس میشه مقصد اونجا نمیدونم. بله اونجا نمیدونم چند نفر بودن اما یک نفر قطعی گپ زده اینا اکوی ما به ما مهم نیست کی گفته باشم خیر از جانب امنو بوده است. عقیده نگفت شما نپرسیدید که همین عقیده که تو داری همین استادها هم همین عقیده استادها هم همین عقیده دارد گفته نپرسیدید. بله پرسیدیم بله گفتن مقصد بله گفتن اگر که همین عقیده باشه یکی بعد چی همین عقیده باشه در توبه میرین همین عقیده به بود است یا نبود است. بله اول گفت همین عقیده داره با اخیرا بود صحبت شده بود. تمام ما هم همین میگیم. ما دلیل و اثبات که میگیم که ابو مصعب قناعت همین عقیده جهل عذر گفتم جهل عذر میگه اما ابو صهیب اول جهل عذر میگفت قطعی من بحث مناظره کرد سال 2021 و بعد از این گشت گفت که جهل عذر نیست لیکن در این مسئله اختلافی است عذر المشرک تکفیر کردن این خوارجی است اینم کفر است. هر دوشم مشرک است از اینجا و همین برادرش که گفت است که ما مشرک نمیگوییم اول حجت میرسونیم اول دعوت میکنیم گفته است و بعد از این ما مسلمان میگیم گفته است این آدم هم مشرک است زیرا که دیده است است که در گرد اطراف برادرش که چقدر طول ما بحث مناظره کرده است یک سال نه این 3-4 سال باز این بحث مناظره است از همه حادثه با خبر است اینم یک مشرک دیگر است. انا کنون یکم مسئله دوم او میگه که مسئله دوم گوید توبه مسئله شما بله همون مشرک همین شرک کننده شما تکفیر کرده وقتی که وای توبه شما در نزد الله چی جواب میدی؟ بهترین در نزد الله ما چی جواب میدیم اگر توبه کرده باشد. منهج اهل سنت و الجماعت در مسئله توبه واضح است. منهج اهل سنت ببینید چه خیلی است. هر کسی که کفر شرکش آشکار باشد کفر شرکش در بین مردم آشکار کرده باشد توبهش باید در بین مردم آشکار و واضح باشد. برای همین هر کسی که کفر شرک اکبر کرد آشکار و واضح ما اهل سنت و الجماعت از منهج اهل سنت و الجماعت آموختیم که تکفیر وی هم آشکار و واضح میشه. یعنی یک نفر کفر شرک آشکار و واضح در بین مردم گفت تکفیر وی هم در بین مردم آشکار و واضح میشه. اگر این رود توبه رو آشکار و واضح کند در بین مردم خیلی که کفر آشکار و واضح کرده بود تکفیر کننده ها هم در بین مردم آشکار و واضح میگن که الحمدلله این توبه کرد ما از تکفیرمون گشتیم این برادر مسلمانی ما است. این یکم نمونه. اما کسانی که شرک و کفر را آشکار و واضح کردند اهل سنت اونها را آشکار و واضح تکفیر کردند اما توبه را آشکار نکردند و توبه را پنهان بین خودشون و بین الله کردند. اهل سنت میگن که تکفیر این ما ادامه دادن میگیریم توبهش بین خودش و بین الله است. الله ما را به ظاهر حکم کرده حکم کنید گفته الله ما را به ظاهر انسان ها مکلف کرده است. یعنی چی؟ هر کسی که آشکار کفر کرد ظاهرا دیدیم کافر شد تکفیر میکنیم. هر کسی که آشکار توبه کرد
توبهش قبول میکنیم. اما هر کسی آشکارا کفر نکرد و شرک نکرد، ما ظاهرا اگر اسلام داشته باشد، ظاهرا نمازخوان باشد، این مسلمان میگیم. و هر کسی که آشکار و واضح توبه کرد، ما اینو توبه کرد میگیم. یعنی همه این کار در نزد اهل سنت آشکار و واضح است. هر کسی که ما تکفیر کردیم اگر آشکار و واضح توبه کند، ما آشکار و واضح او را برادر خود میگیم، تمام میگیم که الحمدلله برادر شد میگیم. اما آشکار و واضح توبه نکند و ما توبه او را آشکار نبینیم، تکفیر ما انم خیلی ادامه دو در رفتن میگیرد. از نظر حکم اهل سنت هم خیلی است، تکفیر ما هم خیلی سودا میگیرد. او توبهش بین خودش و بین الله است. روز قیامت الله من از ظاهر میپرسد، از ظاهر مردم. ما میگیم که ظاهرا کفر کرد، توبهش ما ندیدیم، توبهش خفی بود، خطا کرد که باید توبه ظاهر میکنه. اگر مسلمان صادقانه حقانی توبه صادقانه کرده باشد، در نزد الله توبهش و اجرش میگیرد. منم تکفیرم به اجر میگیرم، به خاطر اینکه من تکفیر ظاهر کردم، نه اینکه من از باطنی او از پنهانی او چی میدونم و به خاطر حمایت شریعت کردم. والله اعلم. و این شبهه را همه باوردن ممکن است. اگر گوید که شاید وای در وقت مردنش توبه کرده مرد، برای همین تکفیر کردن ممکن نگوید، من شما میگم که بله، شاید آتاتورک هم پیش از مردنش توبه کرده مرد. همین آتاتورک که همه کفر میگن، شاید پیش از مردنش توبه کرده مرد میگه. کنی دلیل که باید توبه نکرد مرد. شاید لیلین هم پیش از مردنش توبه کرده مرد. شاید بزرگ صابره که کیپکی لیلین از الله و ملائکه و رسولاش بهتر و افضلتر است، گفت الله کیپکی لیلین من نمیارزد، گفت لعنه الله کافر خبیث مرد. شاید پیش از مردنش توبه کرده مرده باشد. اگر شاید بگذرید، ستالین بم گیتلر بم شاید بمیرید. این دروازه شیطانی است، شیطنت است. ما ظاهر به نظر میگیم. ظاهر چیه اعلان کرد؟ کفر. آیا ظاهر توحید اعلان کرد؟ نه نکرد. همین ظاهری اعلان کردش که ما برفتن میگیم. باطن خودی الله روز قیامت حکم میگه. فهم شد ان شاء الله. سوال سوم. فهمو ان شاء الله. خیر، خلاص بعد همینجا ما هر یک سوال خیلی جواب دادیم، بوداره جوابش دادیم. مقصد همینجا گفت که همون شیر کننده را شما دیده شیر کرده سای، مثلا اینا دو دروشان، ما نمیگیم شاگرداشن، اینا دو دروشون خودشون بیان کردن، گفتن شیر کننده را که دیده شیر کرده سای، همینجا شما با یک حدیث وار همینجا شما چه بگو ظاهرا حکم نمیکنه. گفت مقصد عقلی اونو را بی شیر کننده را میگه دیدی که شیر کرده سای، چه با ظاهرا شما حکم نمیکنه. گفت خیر خلاص همین که گفت ما جوابش دادیم. ما چیکار ظاهرا کردیم؟ ما دیدیم که شیر کننده شیر کرده است، مشرک گفتیم که چیکار با ظاهر با چیکار کنیم؟ بله اخی هم خیم از کجا این گپ گفت که ما ظاهرا حکم نکردیم؟ ما انا حکم کردیم ظاهرا مشرک گفتیم. بله هم خیلی ما جواب دادیم که همین ظاهره که ما شرک باید دیدیم، با همون خاطر شرکش خود تکفیر کردیم. ما قلبی باید قلبش آگاه نه که تکفیر کنیم، شرک دیدیم تکفیر کردیم. خلاص منهج خوارجی را منهج اهل سنت و جهمی خوارجی جهمی ها و خوارج ها به ظاهر حکم نمیکنند. همین خوب دانید، یگانه کسی که به ظاهر حکم میکند اهل سنت است. و اهل سنت هم در اساس آیه قرآن سوره توبه، در اساس حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله من صلی صلاتنا و استقبل قبلتنا و اکل ذبیحتنا فهو مسلم. این و در اساس آیه قرآن که الله سبحانه و تعالی گفت فإن آمنوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة فاخوانکم فی الدین، و در اساس اجماع صحابه و در اساس یک از سخنهای صحابه که اجماع صحابه در همین است. عمر بن الخطاب رضی الله عنه گفتن نحکم بالظاهر والله یتولی السرائر. ما در حالت اسلام اثبات کردن اسلام هم به ظاهر حکم میکنیم و در حالت کفر اثبات کردن هم به حالت ظاهر حکم میکنیم. نه در حالت اسلام به قلب نظر میکنیم، نه در حالت کفر به قلب نظر میکنیم. قلب در دست ما نیست و ما قلب اصلا نظر کردن نمیتونیم. حکم ما ظاهری است. ما یک نفر مسلمان گفتنی باشه میبینیم، ها مسجد به رفته ایستاده است، بله. نماز خونده ایستاده است، بله. خودش مسلمان میگه، بله. لا اله الا الله گفت معناش فهمید، بله. فهمیده ایستاده است، بله. همین مسلمان است. کسانی که مسجد به رفتن اینها مسلمان میگه، مسجد اهل سنت به رفتن. تا زمانی که کفر شرکشون آشکار نبینیم ما اینها را مسلمان میگیم. و این چنین کسانی را که دیدیم که آشکار واضح کفر شرک کردن ما اینها را مشرک میگیم. تا ظاهر آشکار واضح توبهشون نبینیم ما اینها را مشرک میگیم. اما اکنون بیایید در مسئله مسلمان گفتن و کافر گفتن
به منهج جهمی ها و خوارج ها نظر کرد. جهمی ها و خوارج ها به ظاهر حکم نمیکنند. مثلا جهمی های خوب سوی عذری ها مشرک را مسلمان میگن. چرا؟ ما میگیم که ظاهرا کسی که شرک کرده است مشرک است. عذری میگه که نه، وای اگر چی ظاهرا شرک کرده ایستاده باشد هم ظاهرا سجده به قبر کرده ایستاده است، ذبح به قبر، طواف به قبر، ظاهرا مراجعت به محکمه طاغوتی، حکم به حکم غیر الله کرده ایستاده باشد هم، لیکن باطنا مسلمان است. هم خیلی میگه یا نمیگه جهمی ها؟ صوفی، اشعری، ماتریدی، حزبی، عازری، مدخلی میگه که قلبش، تو از کجا میدونی قلبی او را؟ او در قلبش مسلمان است. میگه یعنی جهمی ها در اساس قلب همه را مسلمان میگن و در نزد جهمی ها تکفیر ظاهری وجود ندارد، فقط تکفیر قلبی. کفر ظاهری وجود ندارد، فقط کفر قلبی. برای همین در نزد جهمی ها کفر فقط کفر جحد است و تکذیب است. من آشکار تو من کافر هستم، من قرآن و سنت دین شما انکار کردم، نگوید کافر نمیشه. شرک و کفر نمیشه. کفر شرک اکبر کردی اگر چی باید طاغوت شودم در نزد جهمی ها کفر نمیشه. برای چی؟ برای اون که میگه که به قلبش مسلمان است، و خود چه مسلمان گفت، قلب او را تو چی میدونی؟ از نظری ببینید، از نظری تکفیر ظاهری ندارد. ظاهرا شرک اکبر کفر اکبر کرده نمیگه، قلبش مسلمان است میگه. از خوارج خوب است ظاهرا اسلام قبول نمیگه. نماز خونده را ما مسلمان میگیم، خوارج میگه که نه، و مسلمان نیست، و کافر است. ما میگیم که از کجا کافر است و نماز خونده شده است؟ میگه که قلبش، از کجا فهمیدی قلبی و کی و قلبش مسلمان است؟ قلبی و کافر است. جهمی ها قلب مشرک مسلمان گفت و مشرک مسلمان گفت. خوارج ها قلب مسلمان کافر گفت و مسلمان کافر گفت. هم جهمی ها و هم خوارج ها منهجشون یک منهج است. به قلب حکم میکنن. خوارج ها به قلب حکم کفر گذاشته، قلب مسلمان ها را کافر گفته، مسلمان ظاهرش قبول کرده، همه مسلمان ها را بالعموم تکفیر میکنن. جهمی ها مشرک قلبش مسلمان گفته، شرک ظاهری او را به اعتبار کرده، مشرک واقع شده به شرک اکبر کفر اکبر مسلمان. هم جهمی و هم خوارج منهج چی است؟ ظاهر حکم نکرده است. اهل سنت و جماعت هم ضد خوارج هستیم و هم ضد جهمی. ما کسی که شرک اکبر کفر اکبر رو کرد او را مشرک به ظاهر میگوییم، و کسی که نماز خواند و شرک اکبر کفر اکبر از او دیده نشد مسلمان به ظاهر میگیم و میگوییم که حکم اینه، یعنی همین مسلمانه، والله یتولی السرائر، قلب اینها را الله میدونه. ما ظاهرا نمیتونیم حکم کنیم، وظیفه ما ظاهری است. ببینید، اما برآمده است این خبیث ها گفته است که نه شما ظاهری حکم نمیکنید. چه ما ظاهری حکم نمیکنید؟ ما ظاهری حکم میکنیم. بله بفرمایید، اگر با از این برادرهای مشرکینش که نقل کرده باشد این دو مشرک دیگر بفرمایید. بله شیخ، در مسئله یک دقیقه من صحبت تمام کنم برادر. در مسئله مقصد کفر شرک خیش تبور گپ زد. مقصد بعضی تهمت ها کرده، بعد در مسئله کفر شرک خیش تبور یعنی نزدیکو شما هم نزدیکیاتون تکفیر میکنه. خلاص هم خیلی گپ زد. مقصد کفر شرک کم کردن، شما باید تکفیر نکنین و اونا را ملایم دعوت کنین. خلاص عقیده خود هم خیلی بیان کرد. یعنی ببینید شاگردهایی که یعنی برادرهای همونهاش هم از همه نزدیکترین یک نفر موحد شود، از همه نزدیکترین کس اگر پهلوی همین موحد باشد برادرش است. برادرش هم موحد باید باشد اگر در پهلوش باشد، یا که مشرک کافر شده جدا میشه. ما میگیم که ابو صهیب، ابو موسی قناعت اینا مشرکین هستند. همه نزدیکترین نفرهایش، شاگردهایش، برادرش، در گرد اطرافش همین تعلیم گرفته است از اینا. در پهلوی ما بوده، آیا همین تعلیم میگیرد نمیگیرد؟ ما برات اعلام میکنیم از این خیلی آدم میسو. برای همین میگیم که عقیده اینا مشرکین است، عقیده اینها باطل است. لیکن بالاخره بارک الله فیکم، پیامبر صلی الله علیه و سلم پدرشون و مادرشون که کافر مرده بود کافر گفتن؟ بله. آیت قرآن هست در این مسئله، حدیث هست در این مسئله، دوسیه حدیث. بله. در این مسئله عمکشون که ابو طالب اینقدر نیکی کرد به پیامبر، اینقدر پیامبر حمایت کرد،
اینقدر پیامبر صلی الله علیه و سلم در حالتهای وزنینی دفاع کرد، با وجود همین پیامبر صلی الله علیه و سلم او را کافر گفتند، او را جنازه نخواندند، او جهنمی است گفتند یا نگفتند؟ بله. امکشون عباس در جنگ بدر به پیامبر صلی الله علیه و سلم دستشون در جنگ بدر اسیر غلطید. عباس محکم کردن همچون اسیر، گفتند که تو باید پولی مبلغی زیاد بیاری، خویشاوندات بیارد، تو باید به پول خرد نجات یابی. همچون یک اسیر مشرک متر نجات میتی، یعنی جواب میتی، تو باید پول پرداخت کنی. عباس گفت که من مسلمان بودم وقتی که جنگ بدر با اومدم، من مسلمان بودم، من کتی مسلمانانه معامله کنم. پیامبر گفتن که در روایت ما اومده است، پیامبر گفتن که این اسلام وردت بین تو و بین الله هست. ما از تو کفر دیدیم، گفتن ظاهرا ما به تو کفر دیدیم، ما به ظاهرت حکم میکنیم. جنگ بدر به از جانب مشرکین اومدی، تو کفر کردی، کافری. گفتن اما او اسلامی که تو داشتی و گویا اکراه بودی و نبودی، این بین تو و بین الله است. گفتن ما بین تو و بین الله کارمون نیست، ظاهرا الله ما را حکم گفت، ما ظاهرا تو را کافر میگیم، همچون کافر معامله میکنیم. سیر تو امروز باید ما تو را همچون مسلمان سرد نتیم، تو باید پرداخت کنی. انا این است منهج پیامبر صلی الله علیه و بخیش و تبار نزدیکاشون که خودش مسلمان بود. و سوره مجادله آیت 22 این خوب سو خواند. الله سبحانه و تعالی سوره مجادله آیت 22 چی گفت؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. یافت نمیشود یک کسی که مسلمان خودش رو بگوید و بعد از این دوستی به دشمن الله بکند، اگرچه دشمن الله این پدرش یا پسرش یا برادرش یا خشتبارش باشه. اگر تو مسلمان باشی به دشمن الله هیچ وقت دوستی نمیکنی. دشمن الله میگی. یعنی این دلالت میکرد که اینها منهج ندارد. این دلالت میکند که اینها گمراه هستند و خودشون حال اصل دین نفهمیدند. اینها مشرکین هستند. و این دلالت میکرد که بار دیگر الحمدلله آشکار واضح شد که ابو مصعب قناعت، ابو صهیب اینها مشرکین هستند و در گرد اطرافشون بوده هم مشرکین هستند. تعلیم ندادند. الله المستعان. بله شیخ، مقصد من چی بود که در مثلا این عذر مشرک گفتن کسانی که این سخنان شما را میارن، من برای چی مقصد صحبت کردم؟ برای چی که اینا دودراشن، من شاگرداش نه دودراشن، نزدیکای امینان همین عقیده را دارن، یعنی امینا همین عقیده را دارن. ما رو پرو ما پسر اینا بگیم جاهل هم نیستن، قاری کل قرآن مقصد حفظ قرآن کردگی بدیان، خودش مقصد علم داره. ما پسرش دعوت کردیم، پسرش باره گفت هر کسی شرک میکنه مشرک های. بعد خیلی کم خیلی مقصد فکر دزد، برای پدرش زنگ زد، با ما گفتم بیام وقتی پدرت گپ زدم. بعد وقتی پدر گپ زدیم همه خیلی بیان کردی. الله ایسو کرد برادریز، الله برکتون تید. اینها مشرکین است، اینها مشرکین هستند. بارک الله فیک. اوضاع مسته اخی یک بار گم شد، انا کو پیدا شد. بفرمایید. صدای مسته صد. بله اومده است برادر، اومده است. بفرمایید. خب به حاضر بعضی برادرهای ما هست که ابو مصعب، ابو صهیب، خیر ابو صهیب نباشدم، ابو مصعب روش پوشانیده کفر شرکی او را نادیده گرفته گشتند. الحمدلله نبو اثبات آشکار واضح شد. الحمدلله. لیکن کسایی که بله گپ زنید، از اول گپ زنید که نبودید، حاضر اکنون پیدا شد. بله برادر پرتو زنگ زدن، مقصد که نزدیکش بدن. ما رو پرو صحبت کردیم، پسرش دعوت کردیم، پسرش بله گفتی شخص پسرش اکو چند بگیم 15 ساله هم و حفظ قرآن کردگی. خلاص همین پدرش بگیم به همین عقیدهش تکفیر کرد، بله گفت مشرک این انسان.